من این قبول ندارم که امریکایی ها، دولت امریکا قدرتمند هست، خیلی قدرتمنده، بالاترین قدرت داره. معتقدن که بالاترین قدرت ملت امریکا داره، نه دولت امریکا. حالا ببینید که چگونه همین در رابطه با جنگ غزه دموکرات ها اونجا و بالاخره مجلس و اینا از اسرائیل حامیان و سیستم دولت هم حامی اسرائیل، ولی ملت سنجش کردن اکثریت مخالف با جنگه، میگه باید درگیری متوقف بشه. حالا دولت سیاستش مقدار تغییر داده، اروپا تحت فشار، جهان که حمایت میکنه اسرائیل تحت فشار از طریق ملتشون. ملت اروپا میگن باید جنگ اسرائیل باید متوقف بشه، این جنگ ویرانگره، این جنگ نابرابره، اسرائیل داره ظلم میکنه، اسرائیل داره تجاوز میکنه. اسرائیل 1000 خورده نفر از اسرائیل کشتن که ما تایید نمی کنیم، کشتن. 7 سپتامبر بود، 7 سپتامبر. ولی خب اسرائیل بره 1000 همون اندازه می کشت و کسانی که کشتن اسرائیل می کشت. اون نظامی ها شبه نظامیان که کشته همون را نمی کشت. این بچه را چرا بکشه، این زن را چرا بزنه، بیمارستان را چرا بزنه، شهر را چرا ویران بکنه. اسرائیل ظلم کرد و باید جامعه جهانی و همه کشورهای دنیا باید دست ظالم بگیرن. اسرائیل میخواهد که انتقام هولوکاست که آلمانی ها هتلر قتل عام کرده یهودی ها را هم بگیره از غزه. غزه در اون نقش نداشته، غزه ای ها همون بودن که بالاخره هرچه کردن همونا بودن، او همون نظامی ها بودن کردن، شبه نظامی بودن. بالاخره شما انتقام اونها را همون اندازه بگیرید که حق شماست، نه این ملت قتل هم بکنه، نه این ملت آواره بکنه و نه شب و روز مثل باران بم و آتش بریزه سر فلسطین. نه الله اینا قبول میکنه، نه انسانای آزاده، انسانای عاقل، انسانای هوشمند، انسانای منصف قبول میکنه، انصاف قبول نمیکنه و باید بگیرن دست. اینه میگن که قدرت مردم بالاترین قدرت و این قدرت خداییه. یا ایها النبی و حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای نبی صلی الله علیه وسلم مردم کافیه، خدا کافیه و مردم کافیه. مردم هر بالاترین سیاست برای نگهداری سیستم نگهداری مردم است. مردم وقتی خواستهشون برآورده بشه، مردم وقتی به آرزویشون برسه نباشه. بالاخره همه میان، همه انسان ها میمیرن، همه نظام ها توی دنیا میآیند، تغییر پیدا میکنند. این تغییرات در فطرت موجوده، در نزد الله تعالی موجود هست و زمینه‌اش همینه که مردم دلخور و ناراض بشن و این مهمه. باید به مردم فکر مردم بکنن.